در آن است که من دوام 2 سال تمام که از دستمان اومده کار رو کردیم و موفقیت بسیار نایل شدیم. شما خودتان میدونید که 2 برابر قهرمان شدیم، سوپر جام رو به دست آوردیم. ولی هر یک کاری رو اول از تا آخر سبب‌هاش هم هست. یعنی سبب‌های مالی است؟ نه، من که در دوام 2-3 سال که اینجا به حیث منیجر تیم بودم، من این کاری جمعیتی بود. من در اینجا نه معاش میگرفتم. من از حساب خود با بسیاری کمبودی تیم رو برطرف میکردم، حساب شخصی خودم، حساب برای این گپ سری مال و گپ سری فایده این نمیرود. فقط کمی مونده شدگی معنوی. یعنی همین دسته روشن باز چی مشکل داره؟ مشکلش خیلی زیاد است. یعنی چی؟ مشکل اول این از دست دادن بازیگران خود. در این موسم ما زیر برابری صحبت کردیم، ممکن نوجوانان ما بازی کنند که تیم از بین نرود و بعدا پروژه‌ای هست که در سالهای آینده باز ما تیم رو پرقوت کرده در چمپیونات تاجیکستان در اینجا بازی کنیم. این یک سبب دیگرش این بود که ما نتوانستیم در همین سطح آسیایی خود را نشان دهیم. گرچه امسال ما نستر برآمد کردیم، یک گلی اومدیم، یک مراتب و در هر یک بازی یک گلی و 2 گلی زدیم. سال گذشته در بازی تمام نمیتوانستیم گل زدن، نه وابسته از اون تیاری که ما اونقدر تیاری خوب نداشتیم. از این سبب هم هست که من عرضه خود را نوشتم و روبری دسته برام گفتم مرا میفهمم. یعنی اجازت دادن شد؟ بله. بعد سبب مثال چند بازیگر از دسته رو ترک کرد؟ بازیرش با 6 نفر و اگر فرد و مسئولیت ها با اونو نشد ممکن یک 5-6 نفر دیگر با تیم رو ترک کنند. یعنی امین گروه دسته روشن نتوانست ماهانه آنها رو پرداخت کند؟ ماهانه آنها رو ما از حساب خود پرداخت کردیم. گپ سر ماهانه نمیرود. ما همگی 1 ماه از اونها، این ماه مرد قرضدار هستیم. تمام دیگر همه اونها رو ما پرداخت کردیم از حساب خودمان، از حساب سرپرستا، از حساب با هست آدمانی که دلشون از این لحاظ نه. ما برای آیندهش نمیتوانیم که خانه گردانیم آنها رو. از این سبب اگر خواهند میایستند، نه که نخواهند، ما اون رو دیگر حقوق معنوی نداریم در تیم من کردن.